غلط کردم ببخشید. بابا چی کار داری میکنی؟ آبرومو تو محل بردی. این چه لباسی آخه؟ من نمیدونم، زن گرفتم، عراض لوباش گرفتم. یا میریم اینا رو عوض میکنی یا طلاقت میدم، خودت میدونی. برو بیا تو. شما چه بده؟ داداش سلام، خوبی؟ سلام چی بسا؟ خوش اومدی. مکرم. داداش تو رو قرآن، تو رو امام حسین یه جفت این کتونی بده. این چه تیپی آخه؟ هر کی تو خیابون اینو میبینه فکر میکنه این شوهر من زن اینم. غیر اینم نی. آبجی این کتونی همون جدید اومده خوبه؟ اون نمردی بابا، من جای میرم. یه دست خودت نپوشی، خیلی هم قشنگی. داداش همونو بده، یه دونه هم از این کیپات بده. به آی درون باشوا دولانم، تازه شدی شبیه آدم. زهر ما رو بده به من، الان میریم یه دست لباس خوشگلم میخرم بشی یه خانم نمونه. داداش چقدر میشه اینا؟ داداش قابلی هم نداره. یه دونه کتونی ضربان قلب بودش، به اضافه یه دونه هم کیف لویی ویتون، کلا جمعش میشه 450,000 تومان. داداش من میدونم این زن من یه خورده شر، همه ازش میترسن، ولی تو نترس. بگو قیمت اصلیش چقدر میشه، من دوست ندارم تو ضرر کنی، من میدم. داداش ترس چیه؟ اینجا دنلی کتونی ها ما قیمت هامون همینه، نه برای شما، برای همه.